تبارک و تعالی در سوره احزاب آیه 23 می‌فرمایند من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. همین مردم را که در این صورت می‌بینید، اینها کسانی هستند که با خدا عهد بسته بودند و با عهد خودشان وفا کردند. از عهدی که با خدا داشتند تا فرا ننهادند که همین آیت خاص چنین نفرها هست که دوستان پیامبر و در بر پیامبر بودند. اینا کسانی هستند که پیامبر خدا را وقت سوال دادن گفتن که صحابگان گفتن که ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از ما در به خودت کسی نزدیکتر است؟ ما هم صحبت شما هستیم، صحابه شما هستیم. پیغمبر خدا در حق همه بزرگان گفتگیه که من برادرهای دارم که آنها مرا ندیده کارهای من ادامه میدن، انجام میدن در راه خدا. من راستگه با همه این بزرگان همنشین، هم صحبت و خاطراتی زیاد از هر یک تایمین ها دارم. یک بار فکر کردم که درباره کدام از بزرگان گپ زنم. از استاد سرکرد چخیل یکم بار اول سال 80 واخری کردم برای اون کس با دیگرها، ولی من میخوام درباره یک نفر گپ زنم که پا نداشت ولی همیشه در خدمت ملت، در خدمت دین، در خدمت حرکتی که او را حرکت الهی میدونست. یک بچه بدخشانی، این سابق نشون تصورت انا میکست سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان. سالهای وقتی از هجرت گشتیم ما دوشنبه آمدیم و فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دوباره با قرار سود عالی که بیکار کرده بود برقرارش کرد و باید که دیگر در تمام یعنی که مناطق تاجیکستان حزب دوباره معرفی میکردیم برای کشور، برای فعالیتش. و من وظیفه داشتم چون که من خالزاده بدخشانم. من استاد فیراد کرد گفت که باید نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان ما به قید بگیریم رسما، چون که در سوخت بود، در خطلان بود، ناحیه توبه جمهور بود، در بدخشان فقط در ناحیه ونج بود. بچه‌های همو یزگلام تشکیل کرده بودن و بعد گفت استاد گفت که از عهده همین کار میبروی یا که یگان نفر دیگر را پیدا کنیم روان کنیم. خب گفتم استاد شما دعا بتین انشالله که با کمک خداوند همین کار را انجام خواهیم داد. بعد ما آمدیم بدخشان. وقت بدخشان آمدم علاقه امنیت از وضعیت خبردار شده است. 14 تا خلیفه را در یک قشلاق 10 جمع میکنند. امنیت 14 تا خلیفه ای که اونها کارمندی مثلا فوند آخوان بودن، خبر بیچارو آدمای امنیت بودن، آخه نامشون خلیفه انو ولی در خدمت همون حکومت همون دور بودن. اونها را در همون قشلاق مونن با گفتن که همین یک نفر دوشنبه آمده است، یک بچه از و میخواهد که در همینجا نهضت اسلامی را تاجیکستان دوباره تاسیس بده، یعنی تشکیل کنه. وقتی من آمدم خلیفه حسن اعضای نهضت بود، نه که خلیفه شده بود. اما خلیفه حسن آمد گفت که اکی شونه اینجا 14 تا خلیفه جمع شدگن، میگن که
دین شما دینی جدا است و دینی ما دین جدا. اون خلیفه میگن اکو کارمندان امنیت ده و بیچاره مردم اکو خانه میدونم. من گفتم با چی میخواهن اونو؟ گفتن که آنها میخواهن که شما نهضت در اینجا تاسیس ندین، همون تاونجا بسای بگردن برین همون دوشنبه تون. بعد من خیلی استودم، ما اکو پیشکی تشکیل کردم، بچه ها رفتم، بچه ها تشکیل کردم. من گفتم خدا چی میشده باشه؟ بعد این رهبریت دستور داده ما باید در آینده در بدخشان فعالیت سیاسی کردنیم. اگر این مردم همراه ما نباشه چه خیلی خواهیم نخواهیم بدخشان جزء تاجیکستان است. بعد همونجا من گفتم که خیلی بچه ها را گفتم شما همینجا بستین، من میرم خاروخ. امام نظر سال 94 تیر زده بودن، همین امنیت همی را تیر زده بود، در میانش تیر زده بودن، همون تیر در ستون مهرش محکم بود، پشت کار نمیکرد. پشت کار نمیکرد. بعد من آمدم من گفتم که امام نظر این من خیلی از من جوانتر بود، خیلی احترام بود. گفت اکای شونیم یگون مشکلات چی دیگه؟ گفتم که خلیفه جمع شدگن در فلان جا و گفتن که با ما صحبت کند و بعد برود طرفی خاروق و دیگر جا. اگر نه من پیش که آمده بودم. بعد گفت که خداوند گفت ما را در همین دنیا خلق کرده است که ما همین فکری ملت تاجیک داشته باشیم. همین نهضت تاسیس دادن در بدخشان به فایده ملت هست یا نیست؟ بعد من گفتم که اگر به فایده ملت نمی بود دیگر قوم‌های تاجیکستان در اونجا نهضت تاسیس نمی دادن. یعنی گوناگون اندیشی در یک کشور این پیشرفت است. گفت همین خیلی باشد تمام ما همینجا تاسیس میدیم. بعد یک نفر همون شوفیرش همین اکای سبزالی بود. اکای سبزالی را گفت که جیپ بگیر سوارشن برین امور روشان با همون مردم صحبت کنید. که با من گفتم که خودت همینجا تشکیلی را ببین. گفت که نه اکایشون. بعد اومدم در امور روشان یک نفر بود به نام او خشم گفت که کی؟ او هم خلیفه بود. بعد همونجا وای اومد و گفت که قماندان گفت که نهضت باید تاسیس شود. همین گپ یک نفر همین شد که ما رفتیم پیش رئیس ناحیه مبارک شوی بود، کمونیست بود. ما دیگه عریضه را جمع کرده بودیم از 46 نفر. اما وقت عریضه نوشتن که به صف نهضت یعنی اعضای نهضت هستن. بعد همون مبارک شوی گفت که اگر در بدخشان یک پامیری اگر نهضتی باشد من اجازت میدم که شما کنفرانس را بگذرانید. بعد من گفتم که اون سعید سینوردین میفهمیدش، همون رئیس اولی نهضت در ناحیه روشان. گفت که همین 3 نفر اعضای من گفت خشتوار مبارک شوی. بعد من گرفتم. بعد همین گپ دادم که امام نظر اومد من روی کرد و شوفیر شروع کرد خودش با عقیب اومد. بعد گشتن نمیتونست بیچاره پونه داشت. رفیقش همون شاگرداش گرفتن یعنی همین در تفاش گرفتن و آوردن کابینت همین بارشا در اومد. منم سینوردین همین امام نظر. گفت که معلمه گفت نهضت گفت بود در بدخشان بقای گرفته شد چون که ما قریب 200 نفر آزاد داریم در خاروخ. 200 نفر. بعد من گفتم که در ناحیه روشن ما 46 نفر آزاد داریم. بعد سینوردین گفت که همجا یک گپ عجیب گفت. سینوردین گفت که 3 نفر گفت معلم خیش تبار شما. همین نگاه کرد گفت که اكو نام من میرزا رحیم حجتی. بعد گفت که میرزا رحیم گفت من گپ ندارم. نهضت گفت در بدخشان موفق میشد در کجای خواهید گفت من تالار میتم کنفرانسون بگذرونه. بعد این سینوردین بعد گفت که معلم اگر گفت که تو نخواهی به امر علی ما انجامش میدیم به ضرب علی. هم که زد در استال. یک عجایب ده. بعد به ضرب علی. بعد همینجا ما کنفرانس گذراندیم.
کنفرانس با کمکی خیام برادرای بدخشانی گذراندیم و نهضت در همونجا به قید گرفته شد. همین بود یادآوری از برادر امام و همین گفتنی هستیم که یک صحبت دیگه میکنم. آخرین جمله میگم که برادرای عزیز، اینها به عهد خودشون در نزد خدا وفا کردند. گفتن که تا آخران حالت ما مبارزه را میبریم، جام شهادت را میچشیم، ولی من چی گفتنی هستم که ما و شما که امروز در قید حیات هستیم و اینها نیستن، اینا در جوار خداوند قرار دارند. دوستا حاضر گفتن آیت شر دادن، من در این باره گفتن نیستم، ولی ما پگه وقتی که میریم با هم در رو بروی اینها در نزد خداوند ایستاد میشویم، چی جواب میگیم که راه شما را ما ادامه دادیم یا نه، انجام دادیم یا نه. برای همین باید ما کار بکنیم که صداقتی را که اینها نشان دادند فردا بگیم که ما ادامه دهنده راه شما بودیم. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد، موفق و مؤید و پیروزی نصیب همه برادران مخلص و متدین بگرداند. سلام علیکم و رحمت الله.